سلام، ما امشب اومدیم با شیر مرغاشه. اسم من سبله، اینقدر طولانیش نکن. سلام بچه‌ها، امشب اومدیم با کلیپ پرسش و پاسخ. حتما سایس براکمون کنین. چیکار کنم؟ سایس براک. اوکی. میریم که سوال اولو داشته باشیم. بهترین اختراع بشر. شرق کردی. خیلی خدا وکیلی میخواستم همینو بگم. دم پای ابری. بدترین کاری که صبح انجام میدی. دست تو دماغم میکنم. منم خیلی میگوزم، ببخشید میگم، ولی نظرم اگه نامرئی بشی اولین کار چیه؟ چی میشم؟ نامرئی بشی. من اینو گفته بودم قبلا، میرم طلا فروشی طلا میدوسم. من میرم استخر زنونه. اصلا که اینجوری شد. حالا شده یه کاری بکنی که آخرش نفست بند بیاد. آره. نفسمو نگه داشتم. معمولا ترجیح میدی تنهایی این کارو بکنی یا با کسای دیگه؟ نه خب پس بذار یه بار معمولا چی؟ معمولا ترجیح میدی تنهایی این کارو بکنی؟ نه با شیر مرغاشه. من اصولا دوست دارم تنهایی انجامش بدم، کسی نباشه خب آدم راحت تره. چی؟ اوکی ادامه بده، ببخشید. اگه بگم یه حرکت مخصوص داری جواب چیه؟ یه بار من میگم دکی. من دکی میگم. تو حرکت مخصوصی نه داری؟ حرکت مخصوصی نداره. معمولا زود گرم میشی یا باید زمان بگذاره؟ نه 10 دقیقه طول میکشه تو باشگاه تا گرم میشه. تو باشگاه من اصولا پیک نه چیز. آره راستی منم یه 10 دقیقه رو گرم میکنم تا داغ شم. وقتی هیجان زده میشی کنترل تو از دست میدی؟ آره تو هیجان زدگی تو چقدر آزاد دیریخته. هر کسی یه جوریه دیگه. اوکی. از چیزای جواب نمیده. خب داشتم زود داره میخونه اینا رو. از چیزای طولانی خوشت میاد یا کوتاه؟ اینو میشه تو من همه چی رو بزرگش رو دوست دارم. بیگ اند لانگ. اوکی. هم بزرگ هم طولانی. ببینم وقتی شروع میکنی تا آخرش میری یا وسطش جا میزنی؟ آدم باید تا تهش رو بره به نظر. تا تهش رو میره. تا بیخه بیخ. خوشمزدگیش به تهش. چی؟ گفتم اصلا جالبیش اینه که آدم تا تهش رو بره دیگه. اوکی. به نظرت بیشتر آرام کار میکنی یا پرانرژی؟ اینو اول تو جواب. من اصولا همه چی ها هیجانی انجام میدم. دوست دارم اصلا من سرعت تو کار اولش باشه. هیجانی بعد فس میشم. رو تاثیر گذاشته. بیشتر از دستات استفاده میکنی یا از فکرت؟ از انگشتم. من که اصولا فکری نمی کنم، پس همون از انگشتم استفاده. اوکی. آخرین کاری که باعث شده ضربان قلبت بره بالا چی بوده؟ قهوه صبح خوردم واقعا شدید. بچه‌ها برین کلیپ بعد ببینین احسان میگه من خیلی قهوه خوردم. آره خیلی خیلی قهوه خوردم. آره قهوه میخوره. نظر تا الان در مورد سوالا چی بوده؟ خیلی سوالای خلاقی داریم. واقعا ما این راوی از اروپا آوردیم برداشتیم. سلام. بیا اینجا بیا سوال ازت بپرسم. سلام. من دیاره هستم. ای جانم قربونت برم. تیارا تو بیشتر دوست داری که کاراتو تون انجام بدی یا یواش یواش؟ یواش. خب چرا یواش یواش؟ من دوست دارم یواش بمونم. یواش میخونه کلا. اوکی یه سوال تو بپرس. خب بابایی تو بیشتر دوست داری یا بستنی؟ بابایی بستنی. حالا بستنی بیشتر دوست داری یا مامانی؟ بستنی. ای قربونت برم. برو پیش خاله جانمون. مطمئنی عاشق که شدی درس هم نداشتی؟ اینا رو حالا خدا وکیلی خودت میخوای یا میخوای فتنه بندازی؟ پیداست که دنبال فتنه گوشیه باشنا. اینا جزو سوالات آقا اصلا من نبود. زنمو دوست دارم. خودت چجوری میگم؟ ببخشید یه پیام بازرگانی داشتیم. تا حالا غیر زنت عاشق کسی دیگه هم شدی؟ فکر نکنم. سوال وسوسه انگیزی بود. من عاشق کارمم، عاشق ماشینمم. بعد زنم یا قبل زنم؟ بعد زنه. آره واقعا عاشق شدم. عاشق دخترم.
bir کاداشیم بار کاداشیم bir کاداشیم هیچ والا وقت یه لور باخت نمیده. با افتخار بختیاریه. خیلی ممنون که ما رو دیدین، دمتون هم گرم. احسان چه نظری داری؟ سایس براک. Ladies and gentlemen, subscribe me. Thank you so much. Bye. بای.